بچه های دیگه پارتی دارن. مگه میدونی معنی پارتی چی میشه؟ میدونستی ما آدمایی که بی کس و کاری من پارتی داریم؟ پارتی های ما مامانامونن. یعنی وقتی از خدا یه چیزی میخوایم به مامانمون میگیم بره پیش خدا دعا کنه، هر چی بگه خدا برآورده میکنه. میدونستی؟ یه امتحانش کنیم. الان فکر کن قراره یه چیزی از خدا بخوای، برم به مامانت بگم دعا کن، ببینیم اتفاق میفته یا نه. یه چیزی از خدا بخوای. بابا میخوام که دیگه نه. بابا تو میخوای که دیگه نه. چه ها که بر سر ما رفت و کس نزد دورت بگرم اگه یه چیز دیگه بخوای چی میخوای؟ مامانم به مردمی واسه مامانم یک اجاق. واسه مامانت یک اجاق. یه اجاق گاز میخوای واسه مامانت؟ واسه خودت؟ واسه خودم.